بابا ماهی دریایی هم زنده هم تازی هم زنده این قرمه سبزی ها کارون مال ییلاقه سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و امروز قرار با هم گردشی داشته باشیم در چهارشنبه بازار کوچه اصفهان. امروز چهارشنبه 29 خرداد ماه و ساعت حدود 10:30 صبح. امروز تصمیم گرفتیم که برای چندمین بار به یکی از زیباترین بازارهای هفتگی گیلان سر بزنیم. بازار کوچه اصفهان در روزهای یکشنبه و چهارشنبه از صبح تا ظهر در چند بخش مختلف برگزار میشه. بخش مرغ و جوجه که به تازگی به جاده سنگر منتقل شده و فرصت نشد امروز از اون ولاگی بگیریم. در ولاگ‌های قبلیمون از اون ویدیو گذاشتیم. بازار دام که در ورودی کوچه اصفهان قرار داره. انتهای این ولاگ ویدیوی کوتاهی هم از این بازار تهیه کردیم و بخش میوه و تره‌بار و سایر مایحتاج خانواده ها که اون هم در 3 مکان مختلف در اطراف میدان اصلی کوچه اصفهان برگزار میشه. کوچه اصفهان مرکز بخش کوچه اصفهان شهرستان رشت در همسایگی شهرهای نشت نشار، خشک بیجار، سنگر، لولمان و رشت قرار داره. از این بازار و جاهای دیدنی شهر کوچه اصفهان ولاگ های زیادی گرفتیم که در پلیلیست شهر کوچه اصفهان کانال ما موجوده. پیشنهاد میکنم که در صورت علاقه به این پلیلیست سر بزنید. لینکش رو براتون در قسمت توضیحات همین ویدیو قرار دادم. لایک، کامنت و حمایت فراموش نشه. امیدوارم که از این گردش این بازار دوست داشتنی اشکال داریم بودی اشکال داریم بودی غزل داریم علایی ماهی داریم دریایی غزلالایی بابا ماهی دریایی هم زنده هم تازی هم زنده هم تازی کیلو 80 یا 5 لچه ماشاءالله یا بچه واقعا باری ازا چی؟ كم دنيا؟ أنا كم دنيا؟ باشه همون معلوم قیافش اونم 670 چه بلیده
دیش کلوی از دیگه سیر 80 آقا یک پادرم از زام بنا آقا خدای کریمی نیست این گل رحمه لازانیا
حالا شوره من جان Pięk lubi na górę. ملونه دست شما در نکنید دست کنم خیلی شدید خانم با فرقان بیاد بیستمه چیز میگم نخندید من خودم میگم بازار وسوسه میشه یه وانت بگیرم بار بزنم ببرم خونه هندونه خیار ولی میوه خور نیستیم جوش میاد این هم بادام زمین با پوست این هم سلام اومدیم یک شنبه بازار کوچه اصفهان که بازارهای قشنگ ایلات با ما باشید. نمیدونم یک شنبه بود چهارشنبه بود زنگ زد اینجا کوچه خانمای روستایی زرمش حتی سلمعلی واقعا میاد نه یه باره چیکار کنی اینا موری همسات
Hadi bayi bu. خیار محلی چند گیری؟ 80 80 تا؟ از همه جر بروتر از 820 ست نخواهد ست تومن تومن او مالی ست تومن گیره غروب مالی انده بازنه خسته نباشید. این ترشه تره؟ این دوشواش داشت. این هم قرمه سبزی ها؟ دوشواش اصل لنگرود. بله، هر توش نمیده. این هم دوشواش اصل لنگرود. حالا شما نه. کیلویی چنده؟ دوشواش آره 300. مفت. این هم نونو آره. دست شما را. این هم نونو آره. بچه محل خودمون از لیلا کن. دست شما را. بخش خیلی با. آقا چایمی هم بردیم حتی لیلاغ میداد. این هم کنش. بلوش. بلوش. خریدن من ادرک ما خریدن 45-54 اما دیر کاری دیر رو همونه اگه ولی الان خوب دید چقدر این مومو داره بود بشیوید اونجا بخش زنانه، اینجا بازار است. خیلی عالی هم خوری میبرد حالا کجا اومد؟ مشهای فلفل اصلا نشاید گوجه ای چیه؟ هندواله هندوانه دبانم جان خالی گوجه رو میگیرم ترشیم دارید ترشی سریع خیلی آسانه
فرازان خسته نباشید. آه طالبی ارسا تنری آقا جوری آقا جوری خیر مالی اما بای آقا بیا سر محلی نه مسئله خلخاله. سلام آجا. مال تارم هم تارم به مال تارم مال ییلاق کلی چنده؟ مال طیبه دره کلی چند؟ آقا جان میدم داداش جان 550 500 میدم 500 میدم 500 به شریف بیا راه میام تا کسی راه میام بیا اصلا نمیبری سیب ترک شهرداری به کیلو 80. من غازی بدرم روشو بیدیم بومو جان موتور شد. ها بله اکاغذ bunu akar. این آدم استرس گرفته این بیهوشه بگره عمله هیچی نمی‌کنه
حالا 3 تا عشان درم 5 تومن عشان درم 10 تومن عشان درم 10 تومن عشان 20 تومن 150 تومن ولازم عالی عشان محلی نه داشی عشان درم 20 ده اینی و بقولم شون دکتر همه نبیم همه مدیریتی باید یک دانه گیلاس همه 70 سالادی کاوی باباری شیر بلال محلی اینم چای بهاره چای بهاره کیلو چند آجی؟ دارم دیگه از این چند الان؟ این 320 اینا بهاره دیگه کاغذش اینجوری گذاشته میشه اینا همه بهاره این هم دستش آقا 300 کابل کرد اون یخ نمیاد ایار بوتی شکر پارش شکر دارم مالی فروش کنید خدامه بشه من یه چوکولات داره چوکولیان هوا بهشتی دیگه بدرم Yok güzel, yok. Evet, burada koyma